دوستان اگر ما با خداوند یکی بشیم، اگر ما باورهای توحیدیمون رو تقویت کنیم، اگر تمام مردم جهان بخواهند که شما رو بکشن پایین، نمیتونن این کار انجام بدن. اگر تمام مردم جهان با هم همدست بشن، با هم متعهد بشن که تو رو نابود کنن، نمیتونن این کار رو انجام بدن. هیچ کس نمیتونه کسی رو که باور داره به یگانگی خداوند، باور داره به ربوبیت الله، نمیتونه هیچ کس هیچ کاری باش انجام بده. به این میگن توحید، به این میگن اعتقاد به رب. وقتی که کسی تهدیدت میکنه، وقتی که در شرایطی قرار میگیری که مثلا از کار اخراجت میکنن، فکر نکن که اونجا تنها منبع رزق و روزی تو بوده. بی نهایت جا هست، بی نهایت امکان هست. اگر باور کنی خداوند رو، اگر دستان خداوند رو باور کنی، اگر باور کنی که برگی بدون اذن خداوند از روی درخت بر روی زمین نمیفته، اگر باور کنی که وقتی خداوند اراده کند، کیست که جلوی اراده خداوند رو بگیره؟ به قول قرآن، کیست که وقتی خدا اراده کنه کسی رو بره بالا بتونه بکشیدش پایین؟ و کیست که وقتی خداوند اراده کنه کسی رو بکشه پایین بتونه بکشش بالا؟ کی میتونه این کار انجام بده؟ هیچ کس. مشکل فعلی ما، مشکل فعلی اسلام اینه که ما به ربوبیت اعتقاد نداریم. ما خدا رو باور نداریم. ما همه رو باور داریم الا خدا رو. اگر کسی به ما قول بده، اگر یه آدم ثروتمندی به ما قول بده که ما پول میده، ما حرف اون رو بیشتر باور میکنیم. ما بیشتر بهش اعتماد میکنیم تا به خداوند. وقتی که ما درس هامون رو یاد میگیریم، باید این درس ها رو ادامه بدیم. بعد خداوند رو تو وجودمون باور کن. خداوندی که ما رو از هیچ خلق کرده، خداوندی که داره این سیاره ها و این ستاره ها و این کهکشان ها رو رهبری میکنه، خداوندی که مغز ما رو با تمام پیچیدگیش خلق کرده، خداوندی که در هر لحظه تمام وجود ما رو داره، در واقع قلب ما حرکت میکنه، خون تو رگ‌های ما جاریه، تمام سلول‌های ما دارن کارشون درست انجام میدن. این همون خداییه که میتونه به تو کمک کنه. این همون خدایی که یک مورچه رو در دل خاک بهش رزق و روزی میرسونه، یک پرنده در آسمان رو بهش رزق و روزی میرسونه. این همون خدایی که هرگز نمیخوابه، این همون خدایی که هرگز چیزی رو فراموش نمیکنه و هرگز بنده خودش رو فراموش نمیکنه. اما اگر بندگیشو بکنی، اگر بندگی غیر خدا رو کردی، همه چیز تموم میشه. خدا میگه اوکی، فکر میکنی کسی دیگه بهت کمک میکنه، برو دنبال اونا بهت کمک کنه. بعد میبینی که چه بلایی سرت میاره، میبینی که چقدر نابودت میکنه.